برنامه‌ای برگزار شده توی مشهد تحت عنوان استقبال از بهار و اتفاق جالبی که افتاده اینه که دو تا کمدین آوردن تا کسانی که اونجا حضور داشتن رو سرگرم کنن و بخندونن. منتها یه ذره فکر کنم حواسشون نبوده که این برنامه داره توی مشهد برگزار میشه. یه مقداری شوخی با روحانیونشون گویا زیاد بوده و همین مسئله باعث شده که تذکر بگیرن. جالبتر این که این برنامه به صورت مستقیم از صدا و سیمای خراسان رضوی هم پخش شده. ویدیو رو با هم دیگه ببینیم. بالاخره شهردار بزرگوار شهر مشهد که آقا زحمتار ما مکشیم همش رو بالا از شهر ما که ما به خدا جارو میزنه. خیلی ممنونم. اوکی. خب دوست عزیز متشکرم. عرضم به حضور شود که به مناسبت این اتفاق زیبا من یه موسیقی زنده خدمتتون میخوام تقدیم بکنم. داداش این تقدیرها رو شروع کنیم به قرآن. اینجا رفته بالا میکروفون گیر دامده مگه کنسرو؟ عزیزم اون کنسرت و کنسرو نیست. بعدش هم اون دوستانی که کنار شما نیست اصلا حرف حساب چیه شما؟ ما میگم از ما تقدیم به خدا از صبح اینجا نشستم عرق سوز رفتم. خب آقا اون دوستانی که کنار شما هستن همه اینها برای همون تقدیرها اومدن. تقدیرها اشتباه رفته. الان ما اصلا هیچ کدوم از فامیلا و کار میکنیم نیست. اینا من نمیدونم اینا کیه. شما اسم چیه؟ اسم ما این جانب پاکبان منطقه 7 مجید قادری هستم به نام خدا. به نام خدا رو اول از شما در به نام خدا رو اول باید میگفتی. اول به نام خدا. آقای فرخنده اسم ایشون هست تو لیست؟ یه نگاهی بکنید. هست. ما اولی اسم بعد از شهردار مویو. چشم. حالا چرا 7؟ این نکتهش اینه. چرا 7؟ اسمش چی بود؟ شما با 7 مشکل داری؟ نه من در از 7 خیلی دوست دارم. 6 که درجه یکه. خب مجید قادری نه نیست اسم نداره. اسم شما نیست. نه نیست. خدا شاید شهرداری رتیش متو. خب نیست اسم شما. مدربانی گروگان میگیرم. ما همون تو بخورم ما همین موز جارو میزنم و دستماش خیابونا برش میزنه. کار ما یا که عزیزم تو الان در خیابونایی که ما جارو میزنم از دندونا تو بیشتر برش میزنه. تو دندونات سرامیک کرده. عزیز من بشین. نگاه ما سرامیک نداریم بدونیم به دستشویی ها ما او زده به دندونات. بشین خجالت بکش بشین. عزیز من این دوستانم به خاطر شما اومدن. بشین عزیز من بذار ما کارمون. بعدش من اومدم اینجا میخواستم یه موسیقی زنده خدمت دوستان تقدیم کنم. موسیقی چی؟ موسیقی زنده. مگه بقیه هم مرده بود؟ نه موسیقی زنده یعنی میخوام لایو بخونم. لایو چی بخوانی؟ یعنی پلی بک نیست، لایوه. مثل آدم بگو. عزیز من میخوام یعنی با دهنم بخونم. آقای یا ابوالفضل مگه بقیه با کجاشا میخوانن؟ آقا مدربانی این با تور گرفته. آقای مدربانی تو با سابقه فرهنگی هنری درخشان با همکارات چی آوردی که همه رو با باد دا میخوام با دهن بخوانم. محبت کن بعد برنامه پخش مستقیم بعد برنامه 2 تا هم بدون دهن بخوان. بزرگوار اصلا تو میدونی موسیقی یعنی چی؟ فقط هم تو اومدنی. موسیقی یعنی چی؟ نگاه موسیقی 2 بخشه. بله. ما خدا بیامرز معلم ما گفت هر جا گیر کردیم بخش کن تقسیم کن. بفرمایید. موسیقی هم 2 بخشه. یعنی مو. بله. همین مویی که شما داری این آقا داره مدربانی. خدا رو شکر منم مدربانی بچی نداره. چی برشم بزنه. خدا شاید انگار همه تحریمات کله مدربانی هست. آقای عزیز یعنی دوستان شما تبلیغات مارارت تلویزیون همه اینا رو ول کنین. هر شامپوی مدربانی مصرف نکنین ریزش مو تعطیل. البته این چیز بگم آدمایی که سرشان به مو حساسیت دارن مپرنه اینا خیلی آدما متفکر یعنی از بس فکر منن موها مپرن مگر رو معدن طلا هیچ موقع علف سبز نمیره. مدروانی ترکن 2 ماه. بذارم دست برای مدروانی بزنیم. بزنه. عزیز من بشین شما محبت کن بشین. ما خب مرد حسابی الان شما حالا اسم ما به جهنم اسم فامیلا ما که باز بشه همه هستن بخورن کلی ما. آقا اسم فامیل تو بخون. یکی از اون فامیلا ما یکی هم سنف خود من جواد رحیمی پاکبانه. خدا شده تفلک هم چی پاک جرو منک آسفالتار پوسمال کرده. بله داریم جواد رحیمی. بله سر خاله دروغ نگو هست. بله. ابوالفضل صاحبی چی؟
ابوالفضل صاحب. ابوالفضل یه لحظه وایسا. ابوالفضل صاحبی هم هست. هست. اتوبوس رانی هست، مشغول خدمت رسانی هست. حتی ایام عید که همه مشغول عید دیدنی هست، او سر کار مشغول خدمت رسانی دو اتوبوس رانی هست. حرم 5 نفر هست. خب خوبه. او که دیگر چی؟ آقای وهاب. شما چک کن، من میام خدمت. من چک. بله. آقای چیه وهاب؟ آقا وهاب پورچشمه. بله ایشون هم هست. بله. او هم هست. مسئول ستاد سر منبره. چیه؟ رفع سمت منبر. رفع سد معبر. همون مدیر مرور. عبور و مرور. او هم هست. بله ایشون هم هست. هستن دیگه. الان پس چجوری که تو همه بخون بقیه بذار قومام عمل به تخالم. کاظم بختیاری چی؟ حفاظت فیزیکیه، مو شیمیایی و مو فیزیکی. بله ایشون هم هست. دروغ نگو. بله هست. داماد خالم امید کت خدایی. امین کت. راننده. بله. خبرداری که تو اداره نقلیه. بله. مهدی چنارانی چی؟ داماد خالم. چنارانی هم هست. تو همه بردی دیگه. صادق معجوب چی؟ این که همون لیسته که همه. پس قومام همه هستن، فقط ما به چه گربه نره. همه قبول کردن، ما رو بری چی قبول نکنیم. چقدر پرجمعیت همه تو شهردش پرجمعیتی شما. ما محصول دهه 60. او زمان همینجوری بود. او زمان که مثل الان نبود یک بچه به دنیا بیا افسردگی و گرفتاری. او زمان افسردگی بعد از زایمان نبود، بارداری بعد از زایمان. خدا شاید او زمان هم مثل الان نبود، لکلکا سفارشار می آورده. خب ما هم نمیفهمیدیم لکلکات. یک لکلک بود. خدا شاید ما خانواده خود ما 11 نفریم، به حضرت عباس 4 تا هم سقط رفته. شما بچه چندمی؟ ما در ظاهر بچه 4م خانواده ایم، ولی در باطن بچه 9م خانه ایم. ظاهر یعنی اگه سقطیار حساب کنیم اون 9میم. یعنی یک لکلک بود مخصوص خانه ما. حیفول اصلا نمیرسید مهاجرت کنه، هم میرسید باز بعدی رو مرفیه. خب از بس خدا شاید از سفارش ها زیاد بود، این حیوان خودش نرسید بره یک لکلک دیگه تور کنه. هی رفت آخر خودش سینگل مرد. بره همون الان لکلک کم داریم. اکوسیستم منطقه رو خانواده ما به هم زد. خب اینجوری هم مثل الان نبود. به خدا اوقات ما زیاد بودیم که عموم هم 3 تا از بچه‌هاش مزد بین ما نمیفهمید، چون قیافه ها همه عین هم بود. صورت ها سوخته، خشکی، پوسمال شده. کله ها هم که مدرسه کچل میکرد، از دور نگاه میکردی مثل معبد شاولین بود. همه عین هم. کله ها مثل کیوی بود، فورس بود مثل اخکوکا که الان آمده. خب اینجوری بودیم. یعنی خیلی تعداد زیاد بود. مثل الان که نبود. خب الان همه خانواده یک دونه بچه، او هم که باز نمخوابه. اینجاش پخش نکن. آقای عزیز بگم به بچه بگم یا نگم جهنم و زره. آقا بلش کن. چرا همه تو شهرداری؟ حالا ما خدا بیامرز بیبیم علاقه زیادی به آقا شهردار داشت، بسیار دوست می داشت. اصلا خدا بیامرز نیتش این بود که همه ما شهردار بشیم. سعیش که وارد شهرداری شدیم ولی به بالاتر دیگر نرسیدیم. یعنی یه خورده فکر کنم کمکاری کرده. مگر الان پشیمونی از شهر؟ نه خدا شاید ما به این لباس ما افتخار میکنیم. همین که زیر پای شیعیان اهل بیت و زائرای امام رضا و مردم شریف مشهد جاری میکنیم بریم. آفرین، یه دست به افتخار همه پاکبانای زحمتکشمون بزنیم. باریکلا. آفرین. ولی خب خدایی شهردار شدن میدونی چقدر سخته که. بله. یعنی خود رسیدن به شهردار شدن یه سختی داره، شهردار بودن اصلا یه بیدار نخوابی هایی داره. اصلا شما بعد برنامه پیش آقای قلندر برو 5 دقیقه بگو آقا شهردار بودن بلخص تو ایام روز اونم تو مشهد با 22 میلیون زائر چه سختی، چه بیدار نخوابیه کشید. بیدار خوابی. اتفاقا بیبی ما هم از بیدار خوابی ها آمده نیست، چون ما یک بار دیدم خدا شاید رو بازوش تتو کرده بود شب دراز است و قلندر بیدار. نه خدا بیامرز به صورت تصادفی قلندرش بود. آقا قلندر ما یک غلامیام به درگاه حقوق مقدر نکنی بقارم بچام یتیم میره. دست در نه دیگه تتو زده بود دیگه. آقا عزیز من جلو حاج آقا چند تا حاج آقا داریم، از تتو صحبت نکن. برای چی؟ حرام مرد صاحب. از تتو جلو حاج در محضر حاج آقا مرد صاحب.
حاج آقا معذرت کجاه؟ نه معذر نداره حاج آقا، به چی تهمت میزنی؟ در جوار حاج آقا. جواهرم نداره بنده. عزیز من روبرو حاج آقای شما. یک دونه شیخ داره. نه چی کم شما با خود کاخ سفیدم که بری 3-4 تا شیخ هستن. چرا؟ خدا شاهدم ها. چی کم اینجا. چرا؟ چون قراره انشالله ما اونجا رو حسینیه کنید، از الان جلو مگا رفتن جا گرفتن، سطلم زیر میزم میخوان شعله بردارن، هی ذکر میگن توف ملنده چای بایده، فکر کردی او بره چی بدبخت با خورزوخان دست نده به 4 تلس کرده بودن اینجوری بود. خواه ولی ما یک دعای بکنم چون شیخ کم ما زوره درارم ببن. خواه ما یک دعای میکنم جهنم و زره فوق شما مرن مر مغرن. خب قلل در هوا مدیشته باش. چاکر سردار بقرا چی گفتی؟ بار پروردگارا با ظهور آقا امام زمان ما را از دست شیخا راحت بگردان. آب همون هوا باد چی فرسوس بگه آمی تازه امام زمان که ظهور کنه دنیا مفتر دست شیخا. بقرا بگه الا آمی. شما نگاه کن به حضرت عباس خواه شما یک میکروفون با آقا بده هرچی بگه آقا وقت بوم اول نمونه باید بری برق منطقه رو قطع کنی. بعد بعضیا خوش خیالم به خدا به حضرت عباس تا این پرچم خود چا به دست امام زمان دادم ول نمونم بگیره نوسته نگاه کنم. فهمیده؟ خب خیلی فشار رو. آره خیلی فشار. میخوای یه کاری آماده کردیم با هم بخونی؟ به خدا شما نگاه کن بگن که ما بالکن نمیکنه. خب الان همه دنیا رو ترامپ دیوانه کرده، این شیخا ترامپ دیوانه کرده. میگن مذاکره غیر مستقیم، یعنی اینجی هم اینا به این بر حرف نزنه. خب مثلا میگیم که بار یار ماتور داخله این عمانیت تفلک پاهاش پوسمان رفت. دیشب ما دید کرم بابک مزد زیر پاش از بس دویده بود بین این در دیفالا رفته بود. خب که این قدرت خداش فهمیدیم قرآن جمع کردم آجا آقا این جای پخش مستقیم ما حیات وحش نشون بده. مرسی ما همراه بودید. امیدوارم که این ویدیو براتون جالب باشه، خندیده باشید، چند دقیقه حال هواتون عوض شده باشه. فراموش نکنید که قرعه کشی روز جمعه ما برقراره و از بین کسانی که تو طول هفته لطف داشتن ویدیو رو دیدن، لایک کردن و برامون کامنت گذاشتن، ما یه قرعه کشی انجام میدیم تا بتونیم یه کوچولو یه ذره از محبت و لطفی که شما نسبت به ما داشتین رو جبران کنیم. پس تا جمعه و امید به اینکه شما برنده مسابقه همون باشید. سابسکرایب کانال یادتون نره. خدا یار نگهدارتون.